اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ما دوستان عزیز موضوع ایمان به ملائکه هست. ملائکه جمع ملائک که اصل از او از اولوکه گرفته شده و به معنای رسالت می باشه. ملائکه در اصطلاح عقیده اسلامی مخلوقات غیبی هستند که دارای ساختمان، خصوصیات و وظایف خاص می باشند. ببینین در اینجا سه مسئله گفتیم که ملائکه مخلوقات غیبی هستند که ساختمان خاص دارند و خصوصیات خاص دارند و وظایف خاص دارند. اول نقطه‌ای که باید ما مسلمان ها به او ایمان داشته باشیم که ملائکه مخلوق هستند. و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا. در اینجا در مورد عقیده مشرکانه عصر جاهلیت الله سبحانه و تعالی میگه که و جعل و گردانیدند الملائکة الذین ملائکه های را که هم عباد الرحمن، اونا بنده های رحمان هستند. پس ملائکه بنده های الله هستند و با مذکر و مؤنث توصیف نمیشن. اینا میگن که اینا را گفتن که اینا مذکر هستند. و دوم مخلوقات غیبی هستند، پس ملائکه مربوط به غیب میشن و ما اونا را دیده نمیتونیم مگر به استثنای حالاتی که الله سبحانه و تعالی برای بعضی بنده های خود ملائکه را نشان داده است، مثل آمدن ملائکه به پیش پیغمبرا پیش به خاطر غرض وحی، و یا هم ملائکه‌ای که بعضی اوقات برای بعضی از مخلوقات به شکل بشر نشان داده شده است. ملائکه های عذابی که آمدن، مثلا به خاطر پیش ابراهیم علیه السلام آمدن و برش خبر دادن که ما با فلانی قریه آمدیم برای عذاب دادن از اونا. ملائکه ها دارای خصوصیات خاصی می باشند. یکی از خصوصیات خاص ملائکه ای است که اونا دارای جسم بزرگ هستند. الله سبحانه و تعالی میگه که جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع. دارای بالها هستند، دارای چهره زیبا هستند. چهره زیبایشان علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که دارای چهره زیبا است و قتاده میگه دارای اخلاق خوب است. چهارم صفتشان که به مذکر و مؤنث توصیف نمیشه. پس و از نور خلق شدند. ملائکه از نور خلق شدند. خصوصیت دوم از اینا چی است؟ عدم خوراک و نوشیدن است. یعنی ملائکه مثل ما و شما نیستند که به خوراک و نوشیدن ضرورت داشته باشند. خصوصیت سومشان تغییر شکل میتن مطابق اوامر الهی. و خصوصیت چهارمشان که دارای مقام خاص هستند. و ما منا الا له مقام معلوم. و خصوصیت پنجمشان که ملائکه غیب نمیفهمند. ملائکه غیب نمیفهمند. به این خاطر که ملائکه غیب نمیفهمند، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما در قرآن عظیمشان در حادثه حقیقت آدم علیه السلام و خلقت آدم علیه السلام الله سبحانه و تعالی میگه که وقتی برای آدم علیه السلام نامهای را الله یاد داد و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پس اونا آنچه که الله برشان آموخته او را یاد دارن و آنچه که الله برشان نگفته او را یاد ندارن. و الله باز میگه، الله سبحانه و تعالی میگه که الم اقل لكم
اینی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی من بر شما نگفته بودم که من عالم غیب آسمان ها و زمین هستم. وقتی الله سبحانه و تعالی میگه علم اقول لكم اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، الله میگه من میدانم آنچه که شما آشکار میکنین و آنچه که شما کتمان میکنین. خصوصیت ششم ملائکه ای هستند که اونا از گناه ها معصوم می باشه، نظر به آیت قرآن کرام برره. پس ملائکه در جمله مخلوقات معصوم الهی هستند و ملائکه می میرن، بالاخره همه ملائکه می میرن، چرا در آیت قرآن است که کل شیء هالک الا وجهه، تمام مخلوقات می میرن بغیر از تمام مخلوقات، تمام موجودات می میرن بغیر از خالق متعال که موجود است که او مانند مخلوقات نیست و او الحی القیوم است، زنده حقیقی است. اما دیگه باقی موجودات که مخلوق هستن اینها چی میشن؟ می میرن. چهارم خصوصیتشان که ملائکه دارای وظایف خاص می باشه. مثلا یکی از وظایف ملائکه رساندن وحی است. علمه شدید القوا، برای کی تعلیم داد؟ برای کی وحی رسان؟ برای پیغمبر صلی الله علیه و آله کی وحی رسان؟ شدید القوا که جبریل امین علیه السلام است. وظیفه دیگه از ملائکه دماندن روح است که در روز قیامت مثلا اسرافیل علیه السلام در سور می دمانه، پس دماندن در سور یکی از وظایف ملائکه هست. وظیفه سومشان نگهبانی دوزخ است و جزای عاصیان است او، یعنی ملائکه نگهبانای دوزخ هستند و الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قو انفسکم، شما خدا وقایه بکنید و اهلیکم و اعضای خانواده‌تان وقایه بکنید از چی؟ از نارن، از آتشی که وقودها الناس والحجاره، هیزم از او انسان ها و سنگ هاست، علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، یعنی ملائکه های بسیار غلیظ هستند و شدید هستند که معصیت الله را نمی کنند در آنچه که امر شدن و یفعلون ما یؤمرون. پس وظیفه تعذیب انسان های عاصی و کافر و بیدین و دوزخی یکی از وظایف ملائکه هست. وظیفه چهارم ملائکه حمل عرش است. الله سبحانه و تعالی میگه که الذین یحملون العرش و من حوله. پنجمی وظیفه ملائکه قبض ارواح است که ملک الموت و همکارای از او روح انسان ها را چی میکنن؟ به امر الله قبض میکنن. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، یعنی وقتی که مرگ شما به پیغمبرای ما یا رسول ما، رسولش اینجا منظور از رسول امو ملائکه هستند که روح از اینا را قبض میکنن. و وظیفه ششم مراقبت مخلوقات است. یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار، یعنی وظیفه ملائکه هست که انسان ها را تعقیب میکنن و در روز و در شب و تمام اعمال انسان ها را اونا حفظ میکنن و در روز قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پس انسان اگر خیر میکنه یا شر میکنه او را در روز قیامت میبینه، به خاطر از اینکه ملائکه مراقب هستند و او را حفظ میکنن. دیگر از وظایف ملائکه محافظت انسان هاست. الله سبحانه و تعالی میگه و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. الله بر شما حفظت الکرام تعیین کرده که کراما کاتبین هستن، آنچه که شما میکنین اونا میدارن. وظیفه هشتمشان نوشتن اعمال و محافظت انسان ها. دیگه چی است؟ میگه الله سبحانه تعالی میگه و رسولا لدیهم یکتبون، پیغمبرا یا رسول های اصلا که منظورشان امو ملائکه هست که نوشته میکنن.
وظیفه نهمشان ادای عبادت هاست که ملائکه هر کدام از اونا به شکل از اشکال به الله سبحانه و تعالی عبادت میکنن. یسبحون اللیل و النهار، اینا تسبیح الله را شب روز میگن. والملائکه یسبحون بحمد ربهم، ملائکه هستن که تسبیح الله را میگن. و ملائکه دیگه هستن که اونا در حالت سجده و قیام هستن، در حالت حج و دعا و درود و غیره هستن که درباره هر کدام از اینا احادیث وجود داره. وظیفه دهمشان مأموریت نزول باران است که به امر الله میکائیل علیه السلام باران نازل میکنه و این وظایف ملائکه هست. در قسمت ایمان بر ملائکه، ما مسلمان ها ایمان داریم که ملائکه ها مخلوقات الله هست و باید به ملائکه ایمان داشته باشیم، چرا یکی از اساسات عقیده قرآن و سنت ایمان داشتن به ملائکه هست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، یعنی همه مسلمان ها ایمان داره بالله، به الله سبحانه و تعالی، و ملائکته و به ملائکه الله و به کتبه و به رسله. متوجه هستین؟ پس به این اساس ما به ملائکه ایمان داریم. در قسمت از که تعداد ملائکه چقدر است، در قسمت از تعداد دقیق ملائکه را ما نمیفهمیم. پس ما به ملائکه ایمان داریم. بعضی از ملائکه به نام ذکر شده، ما به اون ملائکه با نام ایمان داریم. و بعضی از ملائکه هستن که با نام ذکر نشده اند، بلکه به شکل اجمالی بیان شده و تعداد از اونا را هم ما دقیق نمیفهمیم، به تمام از اونا ایمان داریم. شما در سوره المدثر آیت 31 اگر ببینید، الله سبحانه و تعالی میگه که و ما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی لشکر الله را نمیدانه مگر خود الله سبحانه و تعالی. پس در این صورت ما تعداد دقیق لشکر الله را که ملائکه از جمله لشکر الله هستند، این ما تعداد دقیقش نمیفهمیم، تعدادش الله میفهمه. و در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام، یعنی تعدادشان بسیار زیاد است که ما نمیفهمیم. بعضی عددهایشان در بعضی آلات ذکر شده هست، لکن این به شکل حصر نیست، این فقط اما تو به شکل مثال است. در روز قیامت میگه جهنم وقت آورده میشه که 70,000 زمام داره، مع کل زمام 70,000 ملک، به همراه هر زمام، یعنی 70,000 زمام داره یا مهار داره، و به همراه هر زمام از او 70,000 ملائکه هست. سبحان الله. و یجرونها که او را میکشانند. پس تعداد ملائکه بسیار زیاد هست و ما به تمام ملائکه ایمان داریم. دیگه در قسمت از این که نامهای ملائکه، بعضی از ملائکه هست که نامهایشان در کتاب ذکر شده و در قرآن و سنت ذکر است، ما به اونا به مو شکل ایمان داریم و ایمان داریم که اینا معصوم هستند. در قسمت ملائکه ما افراط و تفریط و زیادت و نقصان نمی کنیم. پس در قرآن عظیم شان ملائکه مخلوق گفته شدن، اینا مخلوقاتی هستند که مثل انسان ها مشابه انسان ها نیستند، بلکه ملائکه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین به شکل اصلیش میبینه، به چهره اصلیش، چون همیشه جبریل امین علیه السلام به شکل دحیه کلبی رضی الله عنه یک صحابی بود، به چهره از او میامد، مثل یک انسان میامد و در مجالس رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض اوقات می نشست. و اما حدیثی که از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که روایت میکنه که یک وقتی ما در یک مجلس شیشه بودیم که یک شخصی آمد که شدید و بیاض ثیاب، که سفیدی لباسهایش بسیار شدید بود و میگه که چی بود؟ ریششان بسیار سیاه بود و آثار سفر در وجود از دیده نمیشد.
میگه ما تعجب کردیم، لکن صحابه چون بسیار ادب داشتن از این خاطر چی میکردن؟ در مجلس آرام شیشه بودن و این شخصی که عمر رضی الله عنه میگه آمد فوضع یدیه علی رکبتیه، دستایش بالای زانوهایش ماند که بالای زانوهای خودش یا بالای زانوهای رسول الله صلی الله علیه و و باز میگه که از رسول الله صلی الله علیه پرسان کرد که مل ایمان و مل اسلام و مل احسان، همین سوالات کرد و قیامت چه وقت است و علامات قیامت، بعضی چیزها را سوال کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالای از جواب میداد و وقتی که رفت عمر رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و از من پرسان کرد که آیا فهمیدی کی بود ای عمر؟ میگه من گفتم الله و رسولش اعلم. گفت هذا جبریل، گفت جبریل امین بود، آتاکم یعلمکم دینکم، یا آمده بود که شما را دینتان تعلیم بدهد. یعنی سوال میکرد تا که شما اما اساسات دین بفهمین که ایمان چی هست، اسلام چی هست، احسان چی هست، قیامت چه وقت است، علامات قیامت چی هست، اینی کل از اینه. پس ملائکه بعضی اوقات به شکل صورت انسان میامد و در مرحله که رسول الله به چهره اصلیش دیده بود میگه که حتی میگه پاهایش زمین بود و سرش به آسمان میخورد. یعنی بزرگی ملائکه بسیار زیاد است که ما و شما مثل یک مرچه هستیم در مقابل یک ملائکه. به می خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در طائف اذیتش میکنن، ملک الجبلین میه و برش میگه که اگر اجازه بدی ما دو تا کور میوردارم و در فرق از اینا میذارم، در فرق قریشی ها و فرق مردم طائف تا که نابود شوند. لکن رسول الله صلی الله علیه و برش میگه که نه ان شاء الله ما امیدوار هستیم که از ذریه از اینا اشخاص خوبی به دنیا بیان که خدمتگار مؤمن باشن و به دین اسلام خدمت بکنن. اینال ملائکه بسیار جسمای بزرگ دارن و مشابه مخلوقات نیستن. اگر مثال بگوییم مثلا بزرگی ملائکه مثل ما که در مقابل ما مرچه هست، ما و شما مثل یک مرچه هستیم در مقابل ملائکه. به این خاطر اونا مخلوقات بزرگی هستن که همه از اینا لشکر الله هستن و در خدمت الله و دین الله هستند و هر قسمی که امر بر از اونها میشه و اینا معصوم هستند. بناهن بعضی از سخنهایی که از عصمت ملائکه مخالف عصمت ملائکه هست ما باید اجتناب بکنیم. خصوصا بعضی از اسرائیلیات و قصه های دروغی که درباره ملائکه گفته شده است، از دیدگاه اعتقادی باید ما و شما در قسمت احتیاط بکنیم. مثلا در قسمت هاروت و ماروت در بعضی از تفاسیر و در بعضی از روایات بعضی از قصه های دروغی و ساختگی بر از آنها نسبت داده شده است. مثلا بعضی چیزهایی میگن که اسرائیلیات است، لکن ما و شما باید عقیده داشته باشیم که ملائکه معصوم هستند و نسبت زنا یا گناه را کسی که بر از آنها میتن این غلط است و این روایت های اسرائیلیات است که ایره انسان‌های بیدین یا یهود و نصارا و کسایی که تحریف کردن در کتاب الله این قصه ها را ذکر کردن و متاسفانه بعضی از مسلمان ها و بعضی از مفسرین و بعضی از مؤلفین این قصه های از اونها را آوردن و چی کردن در تفاسیر خود ذکر کردن. و هاروت و ماروت وقتی که آمدن اونا اصل کسایی که جادو رو بر مردم می آموختن شیطان بود. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. پس شیطان و شیطان ها و امو جند یا لشکر ابلیس اونا بر مردم سحر در زمان سلیمان علیه السلام نشر کردن. سلیمان علیه السلام پیغمبر الله بود و معجزه داشت، در مقابل از او شیطان ها جادو و فساد در بین زمین نشر میکردن. ملائکه آمدن بر مردم فرق بین سحر و فرق بین معجزه بیان میکردن و برشان میفتن که اینی علامات معجزه هست که سلیمان علیه السلام داره و اینی کارا مربوط چی میشه؟ سحر میشه. و بر از اونها میگفت که شما باید یارا بشناسین تا که شما به این مرض مبتلا نشین. حالا اگر کسی از حق باطل استفاده میکنه این گناه اینمی باطل استفاده کننده هست. مثلا در بعضی اوقات من در یکی از چیزها بودم که
یکی از استادا یا یکی از دانشمندا برام تشریح کرد که شما باید بفهمین که همین جادوگرا بعضی چالها را میکنن. بعضی چالهایش تشریح میکرد برای ما که مثلا اونا پیاز میگیرن و با آب پیاز قلم میگیرن، قلم که رنگ نمیده او را در آب پیاز در روی ورق سفید نوشته میکنن. وقتی که در روی ورق سفید نوشته کردن نام یک کسی را، این وقت بالای آتش بگیرن باز همون نام برجسته میشه، یعنی اول خوانده نمیشه وقتی کتاب پیاز نوشته شود، ولی وقتی که بالای آتش گرفته شود باز ای چی میشه؟ باز ای خوانده میشه. به این خاطر جادوگرایی که کافر هستن و کافر شدن علتش اینمی است که اونا باز امی کاغذ میگیرن در روی آتش و برای کسایی که مراجعین از اینا هستن برای اونا میگن که اینی چی هسته، این فلان کس بالای تو جادو کرده، اینی هم نامش است. اینال اینی اسلوبی را که وقتی انسان یاد میگیره میشه یکی از شاگردایی که بیدین باشه از اینمی استفاده غلط بکنه. پس در اینجا سلیمان علیه السلام با معجزه آمده بود که معجزاتی داشت سلیمان علیه السلام، و جنها و شیطانها اینا سحر در بین مردم نشر میکردن. برعکس از اینا وقتی که هاروت و ماروت آمدن در بین از اینا، بر از اینا به خاطر که حق معلوم شود که اینی چی است، معجزه هست و اینی سحر است، بر از اینا راهنمایی میکردن. پس کی کافر شد؟ سلیمان علیه السلام کافر به خاطر از این نشد که و ما کفر سلیمان، به خاطر سلیمان علیه السلام او از معجزاتی که الله بر او داده بود استفاده میکرد. ولکن الشیاطین کفروا، شیطان ها کافر شدن به خاطر چی؟ به خاطر که یعلمون الناس سحر. و ملائکه‌ای که معصوم بودن وظیفهشان چی بود؟ برای مردم فرق بین معجزه و سحر تشریح میکردن که اینی کارها معجزه هستند و اینی امور مربوط به سحر میشن تا مردم مبتلا نشون و برشان میگفتن که شما کافر نشوین. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. ما خبر شما تعلیم میتیم یا نشانتان میتیم که این حق است باطل است، شما باز کافر نشین که با یاد گرفتن باطل شما خودتان مبتلا به باطل شوید. بناهن بر اساس عقیده قرآن و سنت که ملائکه مخلوقات معصوم هستند، بسیاری الفاظی که مخالف عصمت از اوناست و بسیاری قصه هایی که مخالف عصمت پیغمبرها هست باید این قصه ها را قبول نکنیم. و یکی از سخن های بسیار بی‌ادبی که در مقابل ملائکه در بعضی از جایا رواج هست که مثلا میگن که اگر فلانی عالم خیرات بکنه باز ملائکه در آسمان شیشته و باز مقابل از والعیاذ بالله کدام وسیله دول یا اینی هست و دول میزنه. این کلش قصه های بی‌ادبی هست که دلالت به کفر، بیدینی و بی ایمانی کسی میکنه که همین قصه ها را در بین مردم مروج میسازه، زیرا ملائکه معصوم هستند و این قصه های بیدینی و کفری هست. پس ما و شما در قسمت ملائکه باید نهایت ادب و احترام در نظر داشته باشیم و ملائکه را به مو شکل بشناسیم که بر ما در قرآن و در سنت بیان شده است تا ای که در روز قیامت از جمله مؤمنین واقعی باشیم. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی شما که خدمتتان تقدیم شد. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خالق منان میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك